یک سلام به شما عزیزان. شما را دعوت می کنم به یکی از پرجنب و جوشترین و دیده نیترین جاهای کابل. بازار شهر کابل، قسمت زیرزمینی کابل. همانطور که می بینید با نزدیک شدن روزهای عید اینجا کاملا تغییر کرده است. هر طرف پر از مردم را می بینید. صدا، شور و شوق مردم در این روزها بیشتر می باشد. مردم از گوشه و کنار شهر آمدند تا برای عید خرید کنند و خانه‌هایشان را با میوه‌های خشک خوشمزه و عالی آماده بسازند. نگاه کنید به این همه تنوع. کشمش‌های سبز و سیاه، بادام، پسته، چارمغز، انجیر خشک، سنجده و شیرینی‌های رنگارنگ. واقعاً دیدن این همه رنگ و بوی خوش در یک جا آدم را سرشوق می‌کند. فروشنده‌ها با صدای بلند مشتری‌ها را دعوت می‌کنند. بعضی‌ها تخفیف می‌دهند، بعضی‌ها اجازه می‌دهند اول بچشی بعد بخری. صدای چانه زدن، خنده‌های مردم و رفت و آمد بی‌وقفه همه نشان می‌دهد که عید چقدر برای مردم ما مهم است. با وجود اینکه این بازار در قسمت دریایی کابل قرار دارد، اما گرمای زندگی در آن موج می‌زند. هر کراچی تقریباً پر از مشتری است و دستفروش‌ها حتی فرصت استراحت ندارند. برای بسیاری از خانواده‌ها خرید میوه خشک فقط یک خرید ساده نیست، یک رسم قدیمی و بخشی از آمادگی برای استقبال از عید است. وقتی مهمان‌ها در روزهای عید به خانه می‌آیند، اولین چیزی که روی دسترخوان می‌بینند همین میوه‌های خشک، خوشرنگ و خوش‌طعم است. بوی تازه پسته و بادام در هوا پیچیده و آدم را وسوسه می‌کند که بدون برنامه هم خرید کند. حتی اگر قصد خرید نداشته باشی، فقط قدم زدن در این بازار خودش یک تجربه خاص و خاطره‌انگیز است. امروز واقعاً حس می‌شود که عید نزدیک است. لبخند مردم، شلوغی بازار و انرژی مثبت همه جا را پر کرده است. اگر شما هم عید را دوست دارید، در کامنت ها بنویسید که کدام میوه خشک را بیشتر دوست دارید. خب من هم باقی برنامه را به شما میگذارم و چند تصویری قشنگی که از این ولاگ داریم بیننده باشید. اگر از این ولاگ خوشتان آمد، لایک و سابسکرایب را فراموش نکنید تا ویدیوهای بعدی از جاهای دیدنی کابل و افغانستان را از دست ندهید. تا ولاگ بعدی، خدا نگهدار و عیدتان پیشاپیش مبارک.